آوردند که در بنی اسرائیل جوانی بود، بسیار پاکیزه و صاحب جمال. این جوان درویشانه زندگی میکرد. سبد بافی کرده سبدهای بافته‌اش را به دهه ها برده میفروخت. زندگیش هم از همین حساب بود. روز بردری خانه ثروتمند می رسد. در همین وقت کنیزک از آن خانه بیرون شده جوان را با آن جمال به همتا دیده در حال به پیش ملیکه خود رفته خبر داد. زن ثروتمند غایبانه به او مایل شد. به کنیزک فرمود که زود او را به درون خانه دعوت کند. کنیزک به بیرون رفته و جوان عابد گفت: ای جوان سبد فروش، به خانه درآ تا از سبدهای تو خوش کرده بگیریم. چون این جوان به خانه در آمد، ملیکه او را دیده عاشقش گردید و در فکر کام ستانیدن به او افتاد و او را به حرمگاهش درآورده به جوان گفت: ای جوان مرد، کام دل از من حاصل کن. تو را چندان مال و زر می دهم که برای تو و فرزندان و خویش و تبارت کفایه می کند. جوان گفت: ای ملیکه، به من این تکلیف را مکن که هرگیز من این کار را نمی کنم. ملیکه گفت: ای جوان، تو تا خواسته مرا نبراری از من خلاصی یافتن نمی توانی و من نمی گذارم که از خانه برآیی. کنیزک را فرمود که درهای سرای را محکم کند. جوان پاکیزه یقین کرد که دست این زن خلاصی ندارد. گفت: ای ملیکه، سر و لباسهای من گردآلود است. مرا اجازت دهید تا سر و رویم را شسته آب بازی کرده بیایم و تو کنیزک را بفرما تا جایگاه خواب را مهیا نماید. ملیکه کنیزک را فرمود که جوان را به بالای سرای برده آب طهارت و بدنشوی برایش مهیا سازد. جوان عابد چون به بالای سرای برآمد، بامی دید به نهایت بلند و به خود گفت: ای تن، چندین سال خدای تعالی را طاعت و عبادت کردی، اکنون کرده های خود را نابود میکنی. پس راه حل آن است که خود را از این بام بلند به پایان انداز تا پاره پاره شوی و این گناه وزنین را نکنی. عزم آن کرد که خود را به زمین اندازد. همین هنگام خداوند به جبرئیل علیه السلام خطاب کرد که ای جبرئیل، بنده من را دریاب که از ترس من خودش را از بام پایان می اندازد. جبرئیل علیه السلام در حال به او رسیده گرفت و نگذاشت که به زمین رسد و سلامت به پایان ماند. جوان خدا را شکر گفته به خانه خود برگشت. چون به خانه در آمد، زنش گفت: امروز هیچ چیز نآوردی؟ روزه خود را به چی می کشاییم؟ جوان گفت: ای زن، صبر کن، ولیکن در تنور آتش گیران تا همسایگان گمان نکنند که ما امشب در خانه امان چیزی نداریم. زن در تنور آتش گیراند و توکل به خداوند کرد. نشسته بود که زن همسایه به خانه آنها در آمده آتش طلب کرد. زن گفت: برو از تنور بگیر. همسایه چون رفته از تنور آتش گرفت، دید که در تنور نانها پختند. آمده گفت که نانها پختند. زن جوان در حیرت افتاده رفته دید که تنور پر از نانهای پخته شده است. همه این از برکت آن بود که جوان از زنا دست کشید و به گناه خود را آلوده نکرد. برادر و خواهران عزیز، فراموش نکنید که کسی که از گناه دست می کشد، خداوند تعالی ثواب او را 10 چند می گرداند.